کارگزارای نظام حرفاشون و کاراشون به هر دردی که نخوره به درد تولید طنز میخوره. میخوایم ببینیم که این هفته مقامات نظام در این زمینه چه تولیداتی داشتن. خب بابک، تو هفته گذشته نوابغ نظام میخوایم ببینیم که چه عرصه‌های جدیدی رو فتح کردن و خلاصه مرزهای دانش و علم و تکنولوژی رو چقدر جابجا کردن. حالا انتخابش خیلی مشکله. البته مرزها رو که خیلی جابجا کردن، منتها به سمت ماقبل تاریخ، به سمت عقب قهقرا. بله. من داشتم به همین فکر میکردم که چه موضوعی از موضوعات اینها رو صحبت کنیم. خب چون موضوعات سفرهای استانی رئیسی هست که خودش کمپلکسی از هزل و حجو و پوشال و مزخرف و این هاست. از توی نیروگاه اتمی بوشهر مگاوات رو گفت مگا ماواتا. مثلا مگا ماواتا سخت‌تر از مگاواته. من نمیدونم چرا این آسونه رو ول کرده اون سخت‌تر رو گفت. بعد از اون داستان تئاتری که بازی کرد به این شوفرش میگفتش که بیا کنار من میشینم. حالا میگن چون دیده بود نفرات طبیعی بازی کرد. طبیعی بازی کرد. بله اصلا خیلی طبیعی بود. حالا دیدن این در میگن که چون دیده بود نفرات جلوی ماشین دراز کشیدن اجازه نمیدن، به شوفر گفت بیا کنار من زیرشون کنم، چون با غریزه‌ش هم میخوره دیگه. فرصت نمیخواست از دست بده. تو همین فکر بودم که به رئیسی و داستانای سفراش بپردازیم. دیدم که پاسدارای سری اظهار نظر کردن. راجع به پاسدارا من بگم، پاسدارا یک تیره‌ای هستن به نام پاسدارسانان، مثل گربه‌سانان، سگسانان. اینا در ابعاد و طول و عرض و اینا ممکنه با هم فرق داشته باشن، اما در خواص و ویژگی‌ها یکیه. اینا هم بیکار نبودن، تو همین هفته چندین جمله گفتن که نمیشه ازش گذشت، واقعا نمیشه گذشت. در مورد پاسدارا بگم، من یاد اون داستان اون نفری میافتم که یکی رو خیلی مسخره میکرد. یه روز گفت خب دیگه من مسخره نکنم، این که درست بشو نیست و همین ساعت شعورش هم همینه. دیگه تصمیم گرفت مسخره نکنه، بلند شد رفت مکه، در حال راز و نیاز چسبیده به خونه دیوار خانه خدا بود، راز و نیاز میکرد، دید یکی زد پشتش گفت آقا قبله کدوم طرفه؟ نگاه کرد دید یکی از هموناست، همون نفری که قرار مسخره نکنه. گفت ببین خدا من نمیخواستم، یه خودش اومد. حالا داستان پاسدارم اینه، هر چی تو میخوای، مثلا میگه خب اینا میگن یگانه از فرماندهش ببین یگانه بشناس. فرمانده اینا سلامی دیگه، سطح شعورش اینا هم که مشخصه. آدم میگه خب اینا سطح شعورشون همینه، ولشون کن، بذار بگن دیگه. بعد میبینی یک چیزهای میگن نمیشه گذاشت. مثلا چیا میگن؟ چون اینا که تو تلویزیون مدام در حال جابجایی نقشه جهان هستن و همجوری دارن همه جا رو با خاک یکسان میکنن، چیز جایی نمونده. حالا گفتی تلویزیون رژیم محل رفت آمده، یه مش پاسدار با لباسه، یه مش هم پاسدار بی لباس موجری، یعنی اینا که نشستن صحبت میکنن. اینا همه یکی از محلهای پاسدارا همین تلویزیون رژیمه، همیشه اونجا. چیزایی که میگن خب گفتم زیاده. یکیش این سلامی یه جانشینی داره به نام فدوی، خب جانشین سلامیه دیگه، یعنی کامل دیگه خودشو توضیح میده. این توی یه صحبتی داشته، حالا نمیدونم چی صحبت چی بوده، که یه دفعه رسیده به اینجا که ادعا کرده ما سرمنشأ علم کوانتومیم و الان من نمیخوام اینو بگم، حالا گفته همه مطلبو من نمیخوام بگم. این حرف اونقدر هزل بود، اونقدر غیر منطقی و غیر عقلی که انجمن فیزیک ایران که توی ایرانه تحت حاکمیت رژیمه که منطقاً هم با این پاسدارا سرشاخ نمیشه، برگشت گفت آقا مستعان درست کردید هیچی نگفتیم. دیگه اینو که میگی آبروریزی، چرا این حرفا رو میزنید آبروی علم کشور رو میبرید؟ حالا من اصلا به فدوی میگم، من میام یه جمله از اول کتاب کوانتوم، چون کوانتوم مال 1900 ماکس پلانک اینو در آورد، اصلا با تاریخ و اینا نداره، از سال 1900 این علم توسط ماکس پلانک تعریف شده. همین یه جمله اولش میگم، اگه تا آخر این جمله مغز این سوت نکشید، منفجر نشد، باشه اصلا شما علم کوانتوم شما درست کرده. شک دارم که تا آخرین کلمش بکشیم. در همین فکر کوانتوم و فدوی و اینا بودیم که به هیچ قافیه جور در نمی اومد. سخنرانی پاسدار نقدی رو شنیدیم. پاسدار نقدی هم یکی از آدمای همین سلامیه. اونم نمیدونم یه صحبتی داشت، چطوری رسید به اینجا که صحبتش بار تاریخی گرفت. گفتش که سلسله ساسانیان ایران رو تحویل مغولا دادن. حالا سلسله ساسانیان میشه آخر سلسله ساسانیان میشه صدر اسلام و اول سال هجری مثلا. حمله مغول قرن هفتم هجری بوده. به میلادی ساسانیان میشن قرن ششم میلادی، حمله مغول میشه قرن 13 میلادی. نمیدونم این 600 700 سال چطوری این فشرده کرد، زیپ کرد، یه دفعه از ساسانیان چسبوند به مغولا، هیچکی نفهمید. بعد میگم خب بیکاری، مگه سواد اینو نداری صحبت میکنی؟ این که خب کتاب تاریخ بکنم چهارم پنجم ابتدایی میدونن که مغولا کی حمله کردن. حالا بگذاریم که بدترین حمله به ایران توسط همین خمینی و همین آدمای مثل نقدی و سلامی شده. به هر حال تو همین فکر بودیم که خب این 600 700 سال چی شد؟ این نقدی چرا چنین چیزی که شعور نداشت وارد شد؟ مورد دیگه ای پیش اومد.
مورد که زیاده، این دوتا که گفته همینجور ردیف هستن دیگه. اصلا این پاسدارا گله‌ای وایسادن چی تولید کنن، اصلا فکر نکن تموم شد برای جابجایی سطح فرماندهیشه. یه پاسداری هست به نام تنگسیری، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه. حالا مثل که بچگی بوده، بچه آب حوض خونه‌شون میکشیده، مثلا از این گفتن که این یه به اصطلاح علاقه داره به دریا و آب، خامنه‌ای گذاشتهش فرمانده نیروی دریایی سپاه. این آمد دیگه رو دست همه زد، گفت ما شهرهای موشکیمون 70 کیلومتر زیر زمینه. ببین امید، حالا من نمیگم ابتدایی، تو متوسطه حداقل میدونن، گفتن زمین 3 لایه داره: پوسته، گوشته و هسته. جابجا هم نشده تا الان. پوسته زمین که این میگه 70 کیلومتر، از کمترین ضخامتش 5 کیلومتر تا 70 کیلومتر که بیشترینه، که نوک بته مته بشر هنوز به اون 5 کیلومتری نرسیده. بشرم میگم بشر، نه مثلا نصیری چیز تنگسیری، منظور آدم درست حسابی دانشمند. همین. حتی آب دریاها که زمین نیست، هنوز بشر نتونسته 5000 متر بیشتر بره پایین به دلیل فشار اونجا. این مدعی که رفته 70 کیلومتری زمین یه شهر موشکی ساخته، بعد 70 کیلومتر موشک رو شلیک میکنه تو این 70 کیلومتر میاد. این یا نمیدونه کیلومتر چیه یا نمیدونه 70 چیه. این هر جفتشو نمیدونه. ببین باور کن اگه این نقدی و فدوی و هم تنگسیری و اینا رو بردارن، همین پاسدارسانان رو ببرن دوران پارینی سنگی توی غار، بگن به این انسانان نخستین میگن یه چند روز اینا با شما زندگی کنن، میگن نه اینا خیلی عقب افتادن، 400 میلیون سال ببر عقب‌تر. اون موقعی که اولین حیات داشت از تو دریاها میومد روی زمین. به هر حال داستان این پاسدارا با این هزلیات تموم نشدنیه، فقط وقت ما تموم میشه، وگرنه اونا شب و روز به قول رئیسی داخل گیومه جهادی دارن کار میکنن که این تولیدات انجام بدن. یعنی ادامه همین که من دارم صحبت میکنم ممکنه یک چیز دیگه گفته باشن که رو دست همه اینا باشه. ولی با این حال بازم باید ازت تشکر کنیم بابا که این حرفا رو جمع و جور کردی و آوردی تو این برنامه که وقت گذاشتی براش. واقعا من هیچ وقتی نذاشتم، اصلا جمع جور کردن این حرفا هیچ وقت نمیخواد. اگه میگفتی برو یه حرف درست حسابی از اینا جمع کن بیار، اون خیلی وقت میخواست. این حرفا اصلا همین ریخته، هر پاسداری صحبت کنه بنویسی میشه همین حرفا. بله فکر کنم کاملا در این زمینه حق با تو هستش. تشکر میکنم از شرکت در برنامه این هفته و همراه با بینندگان عزیزمون برنامه پیک شادی رو ادامه میدیم.